رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابوذر خداوند از او راضی باد روایت است که فرمود: گفتم ای رسول خدا، مرا از شب قدر خبر ده که در ماه رمضان است یا در غیر آن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت بلکه آن در رمضان است. گفتم ای رسول خدا، آیا شب قدر با پیامبران است و چون وفات کنند شب قدر نیز برداشته می شود یا تا روز قیامت باقی می ماند؟ گفت بلکه تا روز قیامت باقی می ماند. گفتم در کدام وقت رمضان است؟ گفت شب قدر را در دهه اول و آخری آن جستجو نمایید. بعد از آن پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنهای گفت و سپس وقت را غنیمت دریافتم و گفتم ای رسول خدا، سوگند می دهم مرا خبر کن که قدر در کدام دهه رمضان است. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم بر من غضب سخت کرد که مثل آن پیشتر و بعد آن غضب نکرده بود و او صلی الله علیه و سلم گفت اگر خداوند خواهد شما را از آن خبر می دهد. شما قدر را در هفته آخر رمضان جستجو نمایید. شب قدر در ماه مبارک رمضان است و آن از 1000 ماه قمری که برابر به 83 سال و 4 ماه می باشد بهتر است. البته این یک فضل و رحمت الهی برای امت محمد صلی الله علیه و سلم است که یک شب قدر که شاید 10 ساعت بیش نباشد عبادتش بهتر از 1000 ماه یا خود 83 سال و 4 ماه است. فضیلت این شب قدر تا روز قیامت باقی خواهد ماند. پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور می دهد که قدر را در دهه آخر رمضان جستجو کنید و این به خاطر بیشتر ثواب و خیر دهه آخر رمضان را به دست آوردن می باشد. چطوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است اگر خداوند می خواست شب قدر را برای بندگان مشخصاً بیان می نمود. حکمت مشخص نکردن شب قدر در آن است که روزداران 10 شب آخر را با طاعت و عبادت سپری نمایند و ثواب بیشتر به دست آورند، ولی با دلالت‌های حدیث‌های دیگر شب قدر را شب 27 ماه شریف رمضان گفتند. رمضان أهلا بك رمضان أهلا بك رمضان